سلام خدمت دوستان همراهان عزیز. در تایم 1 دقیقه بیت کوین هستیم. قسمتی که من علامت زدم یک اوردر بلاکی بوده که ملاقات نشده بوده که در اولین واکنش به این اوردر فلوی که اینجا داشته واکنش نشون داده و یک حرکت خیلی خوب داشته که با شکست سقف قبلی شده و در برگشت هم که یک حالت نقدینگی ایجاد کرده و با توجه به این نقدینگی که درست شده باید ببینیم که باعث میشه سقف بالا زده بشه یا اینکه بیاد از این قسمت دوباره بره بالا یا از این قسمتی که اینجا هست، از این قسمت. در هر صورت باید